و فقط امیدوارم کارتون خوب باشه. بچه‌ها امروز اومدیم یه جای خیلی خیلی خفن. بچه‌ها امروز قراره بریم کلی چشترونی کنیم، می‌خوایم بریم کلی هیزبازی در بیاریم و کلی چوچون و دلول نشونتون بدم. چی؟ خیلی بی خانواده. بچه‌ها امروز اومدیم یکی از پارک‌های آبی استانبول که فکر کنم از لحاظ بزرگی سومیه، بریم که کلی اشغال کنیم. با ما همراه باشین. لایک و سلام یادتون نره، حتما کامنت بذارید، همه رو بخونید، همه هم جواب میدیم. اون زنگوله هم بچرخان روی آل قرار بده که دور هم صفا باشه. نظرت چیه داریم میریم اینجا؟ خیلی خوشحالم. چرا زدی تو سرم بیشو؟ بیت کردم. چرا زدی میری؟ کم خانواده بی ادب. یعنی چی؟ حرفا چی میزنی؟ من میخوام نشون بچه‌ها بدم. بارا بچه‌های ما بچه‌های خوبی هستن، نمیخوام ببینن. لگه نه. آقا بد کاری کردم. میخوام نشون شما بدم. خودم که نگاه نمی‌کنم. به خدا. رسیدیم. بچه از در ورودی که میایم تو از این دوتا کانکس یا این دوتا اتاق باید بلیتای ورودی رو بگیرید. فکر کنم هر بلیتی 800 لیره، تقریبا 1,600,000 تومانه. امیدوارم که ارزش رو داشته باشه و شما عشق کنید. بزن بریم. Let's go. 1 2 3 خیلی خب بچه ها اومدیم تو محوطه. الان این یه دونه این اسم سرسره است و این یکیه، این یکیه، اون یکیه، این هم یکی دیگه است، این هم یکی دیگه است. نمیدونم این باشه یا نه، نمیدونم. بعد و ما الان قراره بریم از این شروع کنیم، از این آبی شروع کنیم. ما هم باشید بزن بریم. با اینکه هوا 34 درجه است ولی واقعا یه باد سرد میاد، آدم یخ میکنه. ازش چه داشتم هرکی ویدیو رو نگاه میکنه واقعا جاش خالیه، واقعا جاش خالیه. پام سو بچه ها حامد و مجتبی رفتن بالا، میخوان این رو بیان پایین. زوم کنیم اونها میبینید دارن میان. زخمی دادیم. بچه اینجا از این تیوپا گیر نمیاد. خب بعد الان ما مصطفی یکی گیر آوردیم اومدیم زدیم تو گوشت، نمیشه راه بری. برو مصطفی برو، نمیشه تکون بخوری، لام هستم. خیلی خب بچه ها از اینا گرفتیم. خب 2 نفری. آی پاردون آبی، پاردون رفتم توش. اینا رو گرفتیم 2 نفری بریم اشغال. میخوایم بریم این ماره، این دستمو میبینید، فکر کنم ماره. سرسرش خیلی بزرگه ولی دهن گوشی بیچاره سرویس. بچه یکی از بدیاش اینه که باید 1 ساعت تو صف باشید. مثلا تا بالا 1 ساعت باید اینجا تو صف باشی. از این طرف هم کلی تو صف. ولی میریم. من نمیتونم دسته رو بگیرم بابا. نه من نمیتونم دست این جایستیله رو بگیرم. تو برو. یا خدا
اومدیم پایین ندیدیم بچه. این مار دریوس رو ندیدیم. وایسا خودش وایسه. A few moments later. تمام برو دیگه زود بچه ها اومدیم تو. وای یا خدا بچه ها خیلی تاریکه. هیچ کجا وای باید پیاده نشی خیلی خب بچه ها اینجا اینجا آکونای دلفینه. خب موج مصنوعی میده. سوار اینا میشیم. چجوری بتارشیم؟ بهتون میگم اینجوری یکم اون زمین خورد. نه اینجوری هم نمیشه. چجوریه این لامصب؟ بکنم فهمیدم. اصلا نمیشه. اینجوری برو پشت. با پات بازی کن. یادمون رفته آفتاب بیاریم. اینجا هم داره میسوزه. آفتاب دهنمون رو سرویس کرد. 30 چند درجه هست؟ 34-5 درجه هم گرمه. A few minutes later. بچه اون حامده الان میاد پایین میبینیمش. از این سوراخ در میاد. بیا اون بود آبی آره دیگه باید شنو بلد باشی. گلش کن اونو گل کن. دمت کرد. خیلی خفن بود. بوداش نمیشه. من یه بچه الان اومدیم قسمت کف پارتی. یه درد دارم پیچ میارم دستم.